السلام علیکم و رحمت الله. برادر خندم اکای عبدالله بابیوف، خداوند نگهبان باشه، پروردگار برای راست اهل بیت فرزندات هدایت کنه. خدا و خداوندانی که فرزندات قاری قرآن، خدمتگار راه اسلام و دولت وطن کنه. خدا و خداوندان کریم این جاهای مقدس هستند، مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام و خانه خچه در این دنیا دیدارش نصیب شما بگردونه. خدا و خداوندان کریم در این جای مقدس دعا میکنم که همیشه به مراد مقصد نیکت برسی، که همه وقت در فکر مردمی معیوب، در فکر مردمی کمبغل هستی و همه سرکاری نگاه نکرده. خداوند فرزندات شفای کامل بده. پروردگار همه وقت سربلند و خانه آباد باشه. شیر خدا به خاطر الله دوست می‌دارم برادر جان قندی من. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای ماشاءالله، باور که حاجی جان اکا از این جانب پس حاجی بابا جان میگیم تا باور که جهانی سپاس به این قدردانید، جهانی سپاس به این مهربانید، جهانی سپاس میکنم که در او جای مقدس در حق جان ما نیز دعا را فراموش نکردی. ما هم دعا میکنیم که الله متعال پیش از همه هشت به درگاه بی‌نیازش قبول بسازه و در خاندانت فیض برکت، در کسب و کار عمر و جانت برکت عطا بکنه و دعا میکنیم که همه مؤمنان را فردا روز قیامت در تی بیرق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صف کشیدن اونا نصیب و روزی بگردونه. یا رب جمال مصطفی عربی، با حرمت و خانمان و اولاد نبی، شرمنده مکن روز قیامت ما را، روزی که گناه یا عصیان میطلبی. برحمتک یا ارحم الراحمین. باور که چی گویم که ناگفتنم بهتر است. همین گونه به مثل شما برادرای قند و عسل در بر است. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. در امان الله باشی. خدای مهربان همیشه در پناه اسمتش نگهبان باشد. برادرم بابا جان. سلام علیکم و رحمت الله. يا وجدي هبت دعاتي على انسام من عضة شفتي وفركات يدي.